میدونستید میتونید به خودتون در هر صورت دمیج بزنید بدون اینکه مابی اسپاون کنید. فقط لازمه یکی آرمور داشته باشید، یه آرمور بذارید روی چی که تورنز داشته باشه. وقتی بهش ضربه میزنید اونم به شما ضربه میزنه و وقتی میشکنم شما دمیج دیدید. دیگه نمیخواد بری زامبیا و کریپراتو بکشن، نمیخواد انتقام بگیری، برو مستقیم خودتو بکش. حالا ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنلم ساب کنید که ویدیوهای خفن داریم. گود بای. میدونستید میتونید به خودتون در هر صورت دمیج بزنید بدون اینکه مابی اسپاون کنید. فقط لازمه یکی آرمور داشته باشید، یه آرمور بذارید روی چی که تورنز